هر انسانی در طول زندگیش انواع عنکبوت را می‌بیند، در بیابان یا در باغچه خانه‌اش. دنیای کوچک عنکبوت برای بسیاری از مردم جلب توجه نمی‌کند، در صورتی که دنیای عنکبوت جلوه‌ای از آفرینش بدیع و بی‌نظیر الهی است. برای درک این موضوع باید عنکبوت را به دقت زیر نظر بگیریم. آنگاه که واژه عنکبوت را میشنویم، نخستین چیزی که به ذهن ما میرسد تار عنکبوت است. تار عنکبوت در نوع خود یکی از منظمترین و منسجمترین شبکه‌های طراحی است. شبکه عنکبوت نظام معماری متمایزی دارد که از محاسبات هندسی دقیقی برخوردار است. اگر عنکبوت را به اندازه حجم یک انسان فرض کنیم، شبکه عنکبوت معادل 150 متر خواهد بود که برابر با 50 طبقه می باشد. اگر عنکبوت با تارهای خود شبکه‌ای به عرض 50 متر بتند، آن شبکه می تواند هواپیمایی را از حرکت باز دارد. اما عنکبوت این شبکه منظم و دقیق را چگونه می تند؟ عنکبوت برای انجام چنین کاری باید به سان یک مهندس معماری نقشه شبکه اش را ترسیم نماید، زیرا امکان تنیدن این شبکه منظم بدون نقشه مهندسی امکان پذیر نیست. همانند هر نقشه مهندسی باید پایه ها و مراکز ثقل این شبکه محاسبه گردد و بدون این محاسبه امکان ماندگاری و قوام شبکه ممکن نیست. زیر نظر گرفتن این شبکه هندسی دقیق معجزه راستین را برای ما نمایان می سازد. عنکبوت ابتدا تاری را که تولید کرده در فضای اطرافش رها می کند و آنگاه آن را به کمک جریان هوا به یک نقطه ثابت متصل می نماید و بدین سان ساختن این سازه آغاز می گردد. ساختن شبکه یا سازه عنکبوتی 1 ساعت یا کمی بیشتر به طول می انجامد. اینک شما این فرایند را در اندازه‌ای که 60 برابر بزرگتر شده است مشاهده می نمایید. عنکبوت تارهای خود را از مرکز سازه خود به محیط پیرامون می تند و بدنه کلی سازه را شکل می دهد و با تنیدن تارهای ظریف و چسبان از محیط سازه به مرکز آن ساختن سازه را ادامه می دهد و بدین ترتیب تار و پود سازه اش آماده می گردد. طراحی سازه یا شبکه عنکبوت فقط یک معجزه نیست، بلکه تار عنکبوت نیز در نوع خود معجزه آساست. ساختار سلولی تار عنکبوت 3 برابر محکمتر از فولاد است. 1 متر مربع تار عنکبوت وزنی معادل 150,000 کیلوگرم را تحمل می کند. اگر ریسمانی از تار عنکبوت به شعاع 30 سانتی متر ساخته شود، می تواند وزن 150 خودرو را تحمل نماید. تکنولوژی امروز توانسته است از تار عنکبوت ماده خاصی به نام کولار تولید کند. این ماده در تولید جلیقه‌های ضد گلوله کاربرد دارد و در برابر گلوله‌ای که
با سرعت 150 متر بر ثانیه حرکت می کند دوام می آورد. تار عنکبوت 10 برابر مستحکمتر از کلار است. تار عنکبوت ظریفتر از مو، سبکتر از پنبه و مستحکمتر از فولاد می باشد. فولاد یکی از مستحکمترین مواد مورد استفاده انسان در صنایع گوناگون است. فولاد در فرایندی خاص که بر روی آهن صورت می‌گیرد تولید می‌گردد. در این فرایند به حرارتی چند هزار درجه ای نیاز است. کاربرد و اهمیت فولاد در صنایع سنگین بر کسی پوشیده نیست. انسان از فولاد در سازه‌های بزرگ و سنگین و ساختن پل‌ها بهره می‌برد. این در حالی است که عنکبوت ماده‌ای تولید می‌کند که 5 برابر مستحکمتر از فولاد است. با این حال تار عنکبوت کاربرد گسترده‌ای در تولیدات و فناوری‌های نوین نداشته است. شگفت‌آور است که موجودی غیر عاقل چون عنکبوت می‌تواند تولیدگر ماده‌ای با این پیچیدگی و استحکام باشد. حشره‌ای کوچک که نقش شگفت‌آوری در صنعتگری و معماری سازه‌ای بی‌نظیر ایفا می‌کند. بدون شک این معجزه‌ای بزرگ است.